سلام عشقای من، حالتون خوبه؟ امروز آموزش غذایی جغور بغور رو دارم. که لازم داریم جگر گوسفندی، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، رو، سیب زمینی. جگر رو از وسط اول برش میدیم، نازکش میکنیم. جگر رو به قسمت‌های کوچیک کوچیک تقسیم میکنیم. برش اول نازک میدیم، بعدا دوباره برش. به این صورت برش‌های مکعب‌های کوچیک میدیم. قبلا وقتی که گوسفند میکشتن، اولین غذایی که درست میکردن همین جغور بغور بودش که با دل جگر گوسفند درست میکردن. البته جگر سفید و دل و قلبه و جگر سیاه بودش، ولی من نداشتم، امروز فقط با جگر سیاه دارم درست میکنم. اگه داشتید با جگر سفید رو اول میریزید، تفت میرید، بعدا دل و قلبه رو، بعد جگر سفید رو. اول پیاز رو میریزیم داخل تابه، تفتش میدیم. کمی زردچوبه میریزیم، فلفل سیاه، فلفل دلمه رو با یه استکان آب کاملا بازش میکنیم، بعد تفتش میدیم. گوجه و فلفل ریز رو اضافه میکنم، ربم اضافه میکنیم، کاملا حلش کردم. نمک هم اضافه میکنیم، جگر سیاه هم اضافه میکنیم. معمولا برای این غذا باید یه دست جگر کامل باشه، دل و قلبه و جگر سفید باید باشه. من با جگر سیاه فقط دارم درست میکنم. سیب زمینی های نگینی رو میذارم اینجا، سرخ میکنم. جگر خیلی زود پخته میشه، 5 دقیقه 10 دقیقه که شد، بعد جگر رو شعله‌اش رو کم میکنم، میذارم با در بسته پخته بشه. خب سیب زمینیمون هم که آماده شد، میریزیم روی جگر رو، کمی با هم دیگه هم میزنیم، 5 دقیقه میذاریم رو گاز باشه، بعد خاموشش میکنیم. خب کمی هم فلفل میریزم داخلش. خوراک خوشمزه جغور بغور ما که با جگر درست شده آماده شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون از اینکه همراه من بودید.